اما واقعا تعصب از نگاه اجتماعی و جامعه شناسی چگونه تعریف میشه؟ اصلا چی است؟ سلامت باشین جناب کاظمی صاحب گرامی. تعصب نوع نگاه یا طرز تفکر ما هست، چه مثبت و چه منفی، نسبت به خود، گروه، فرد یا اندیشه خاصه. نوع نگاه من و شما هست تعصب. ای که ما چه نگاه می داشته باشیم نسبت به یک فرد، گروه یا اندیشه خاصه، به این میگن تعصب، که هم میتونه مثبت باشه که شما گفتین، هم میتونه منفی باشه که اگر ما تعصب را که در ادامه بیان میکنیم آگاهانه انتخاب نبکنیم و تعصب کور داشته باشیم، پس طبیعی است که منفی میشه. ولی در مجموع خود تعصب نوع نگاه ما هست. نگاه ما مثلا میگم این خوب است، مثلا این زبان بسیار خوبه هست، خدمات بسیار زیاد وقت میگیره، یا مثلا ما از افغانستان هستم، کشور بسیار کشور پیشرفته هست و تاریخ ما تاریخ بسیار خوبه بوده و ما مردمان بسیار اصیل هستیم. درست؟ این دیگه تعصب است، نگاه ما نسبت به افغانستان. یا مثلا میگم که در افغانستان فلانی قوم بسیار برتریت داره نسبت به قوم دیگه، نوع نگاه ما هست. آیا این آگاهانه هست یا کور است؟ این را باز صحبت بکنیم. این را میگن تعصب که از باید بدانن نوع نگاه ما به یک فرد، گروه یا اندیشه خاص. این میگن تعصب.